السلام علیکم دوستان عزیز، من صدر نیف با شما. جوانان دهه زرکمر تصمیم گرفتند که یک ماه اوگوست را به پررگی بهر آبادانی دهه جدا نمایند، چون که در پیش 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان ایستاده است. به همین خاطر برای خوب و بهتر استقبال گرفتن این جشنواره را پی آبادکاری کمر بستند. یعنی امروز یکی از روزهای اولین آغاز کار می باشد که سراول از ترمیم و آباد کردن راه و روشن نمودن بین دهه، همچنین آباد نمودن گرد آرامگاه و حرکت می نماییم که یک دروازه درآمدگاه دهه بنیاد نماییم. ما به جوانان بردباری و برار موفقیت خواهانیم.